اول از همه اینو ببینیم با هم دیگه. In a very calm and beautiful night, when the stars dancing in the sky, in a cozy trunk were flowers brightening the road. Luna the mice was sleeping under the sky and dreaming sweets and foods that she was picked in the morning. Her dream was about a big basket full of candies and sweets. Journey through this world so. کامل اینو میتونید شما توی یوتیوب من ببینید، ولی این آپلود کردم، ولی همه اینا با یه هوش مصنوعی به نام TX Studio ساخته شده و اتفاقا با نسخه رایگانش. حالا چجوری اینو درست میکنیم؟ خیلی راحته. اول از همه وارد چت جی پی تی میشید و بهش میگید که برام یه استوری بنویس. همونطور که میبینید اینجا من بهش گفتم که یه استوری برام بنویسه. خب استوری که نوشتش و بهش میگید که مثلا چجوری باشه، فضا چجوری میخواد باشه، استایلش چجوری باشه و دیسکریپشن براتون مینویسه. ازش نخواهید که پرامپت واسهتون بنویسه، بهش ازش بخواید که یه داستان براتون بنویسه. داستانی که نوشت میاد، خیلی راحته. یه استوری بورد میذارید. البته من تموم شدش کردیت تمام و نمیتونم یه استوری بورد جدید درست کنم، ولی نیو استوری بورد که بزنید AI Guided Storyboard بزنید روش، برای یه صفحه جدید باز میشه. صفحه جدید که باز شد براتون، فقط کافیه که کپی پیست کنید و next و اونجا میتونید کاراکترتون درست کنید و بگید که توش استایل میخواید. حالا من یکی دیگه براتون میارم اینجا نشون میدم که چجوری درست شده این. مثلا من یکی دیگه پروژه هم باز میکنم. اینجا که باز شد، خب مثلا اینجا ببینید این کار میتونه انجام بده، میتونه و هی داره کیفیتش بهتر میشه. اینو بگم بهتون. استایل رو میتونید تغییر بدید و میتونید اینجا بگید که مثلا استایلش مثلا چجوری میخواید باشه. دوست دارید که مثلا 3D کارتون باشه، انیمه باشه، یا مثلا حالت 2D ناول باشه، هندرا باشه، اسکچ دستی باشه، یا نه مثلا خیلی سینماتیک و طبیعی باشه و استایلش رو انتخاب کنید، کاراکتر انتخاب کنید و تمام. وقتی که رفتید اینجایی به یه همچین صحنه میرسید، به یه همچین صحنه جالب میرسید که اول از همه میتونید اینجا ادیت کنید و چیزی که میخواید اگر خوشتون نمیاد. از این قسمت که حالت ستاره داره میزنید براتون عکس رو جنریت میکنه. عکسی که جنریت کرد کریت ویدیو رو میزنید، بعدش که حالا اون تعداد ویدئویی که بهتون اجازه میده رو که انجام داده درست کرد وارد تایملاین میشه. توی تایملاین که برید اینجا بهتون نشون میده، نمایش میده که چه چیزایی هستش. میتونید فیلتر رو بزنید، فقط برید روی ویدیو و این ور میتونید بذارید تایملاین که ثبت میکنید. چند اسپیس رو میزنید، یک ثبت میکنید و میاره ببینید. اول از میارید این میذارید اینجا، خب دوباره اینجا و اینسرت که میزنید یه همچین چیزی درست میکنه. حالا ترتیبش خودتون دیگه درست کنید که بشه ترتیب میخواید باشه، داستانتون چجوری روندش شروع میشه. و یکم حالا این نسخه خیلی قدیمیه، من ویدیو من نسخه جدیدشه. حالا نسخه جدید LTX استودیو خیلی پیشرفت کرده و دیگه اینطوری نیستش. من یه دونه یه پروژه دیگر براتون باز کنم، مثلا همین پرنس اف پرشیا که توی پیجون هستش. خیلی تغییرات خوبی داده و اصلا فضایی گرفته دیگه، واقعا اصلا خیلی عجیبه این حجم واقعی بودنش.
ببینید چقدر تکسچر خوبی داره. و میتونید دونه دونه اینا رو دوباره همونطور که گفتم وارد تایملاین بشید، پشت سر هم بذارید و یه دونه ویدیو درست کنید که حالا اینجا یه دونه ما درست کردیم میذارم براتون. پلی میکنم که ببینید این همون ویدئویی هستش که ما درست کردیم قبلا گذاشتم توی یوتیوب. آهنگ خودش میذاره براتون بچه ها و من روش به صحبت کنم چون که این آهنگ سینگل لایسنس داره و آهنگای خودی این آهنگ خودش نمیسازه، این آهنگ گرم داره پس این پخش میشه ولی آهنگ دارم میتونید بعد کیفیتش اینجا قطع کنم. کیفیت خیلی خوبی داره و میتونید ازش یه خروجی بگیرید. اینجا شیر رو که بزنید میتونید اینجا ویدیو رو ازش یه خروجی بگیرید. فقط اینو بهتون بگم که حتما به شما اد بلاک نداشته باشید روی این و پاپ اپ بلاک هم نداشته باشید. افزونه هاتون رو غیر فعال کنید چون که این لازم داره که بتونه رو دانلود کنه و البته یه پاپ اپ بیاره. حالا من اینجا کنسلش میکنم. یه بار این کار کردم. توی قسمت وایس اوور میتونید اینجا بگید که مثلا چی میخواید. مثلا البته میگم کردیت تموم شده و نمیتونیم این کار انجام بدیم. ببین اینجا مثلا میتونیم این میل رو بذاریم، نمیدونم چجوریه و اینو من یادم رفت بهتون بگم حتما سرور آمریکا داشته باشید. به غیر از آمریکا فعلا نمیتونید از جای دیگه ای کانکت بشید و استفاده کنید. تا جایی که میدونم تکست استودیو ایتالیا رو میدونم که جواب میده ولی مثلا یه سری کشورهای دیگه و سرورایی که اینجا هستش مثل بذار فصلش بیشتر اوقات از ایران وصل میشه به مولداوا و وصل میشه به مولداوا، رومانیا، سایپرس. اینا وصل میشه و نمیاره بالا سایت ها. ولی اگه با آمریکا وصل بشید راحت تره. اینم تانل بره از تانل بره استفاده کنید خیلی خوبه. کلانی وی پی ان راحت هم هستش. خب پخش نکرده صدا شروع کنم. Hey there, glad you're here. Let's figure this out together. خب ببینید صدا رو براتون میاد. حالا اینو استفاده کنیم که مثلا چی بگیم چی بنویسیم نمیدونم همون چیزی تو ذهنم نیستش ولی همچین چیزی مثلا چیزی که بزنید ثبت میکنید. خب Finally, we will end it. حالا این صدا رو میتونید بعد اینو میتونید بیارید بذارید اینجا و ببینید ببینید Finally, we will end it. من میگم این صرفا فقط واسه یه حالت چیز من میخواستم بشه یه حالت اینکه آزمایش رو ببینید چجوری ولی این امکانات بهتون میده. We will end it. و وجود خوبی میتونید داشت تولید محتوا کنید و خیلی میتونید کمک کننده باشه. این هم ادامه همون کاری که کردیم. میتونید توش موسیقی بذارید، میتونید خوشی بگیرید و خیلی کیفیت خوبی بهم لذت ببرید و کمکتون کنه. اینم پیج یوتیوب تیکوس میتونید ازش برید ویدیو رو ببینید اینجا شورت ها و همه ویدئویی که ما میسازم میتونید ببینید و امیدوارم که لذت ببرید.